به نام آرام دلها. اینجا کانال تحلیل سیاسی. سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز میخوایم در مورد یه موضوعی حرف بزنیم که واقعا آینده خاورمیانه رو تحت تاثیر قرار میده و راستش رو بخواین الانم داره زندگیمون رو تکون میده. بحران آب. شاید شنیده باشین بعضیا میگن جنگای آینده سر آب نه نفت. خب وقتی نگاه میکنیم به اوضاع منطقه میبینیم این جمله دیگه داره از یه پیشبینی تبدیل میشه به یه واقعیت تلخ. خاورمیانه همیشه خشک بوده، آب کم داشته، اما مشکل اینجاست که شرایط الان خیلی فرق کرده. تغییرات اقلیمی باعث شده بارون کمتر بشه، دما بالاتر بره، تبخیر بیشتر بشه. یه طرف قضیه هم جمعیت داره زیاد میشه، شهرها بزرگتر میشن، مصرف آب میره بالا، یعنی آبی که هست کمتر میشه، تقاضا هم بیشتر. نتیجه فشار روی منابع آبی وحشتناک میشه. بریم سراغ کشاورزی. شاید براتون جالب باشه بدونین بیشتر از 70% آبی که توی منطقه مصرف میشه میره پای کشاورزی. ولی چجوری؟ با روش‌های قدیمی، آبیاری غرقابی. محصولاتی کلی آب میخوان، مثلا به جای اینکه محصولاتی بکاریم که کم آب برن، خیلی جاها هنوز گندم یا برنج کشت میکنن که مصرف آبشون بالاست. خب این وسط بهره‌وری پایینه، آب هدر میره. ولی فشار روی سفره‌های زیرزمینی بیشتر و بیشتر میشه. یه مشکل دیگه هم هم‌مرزی بودنه، یعنی رودخونه‌ها و منابع مشترک بین کشورها. مثلا ترکیه توی بالادست دجله و فرات سدهای بزرگی زده. عراق و سوریه پایین دست با کمبود وحشتناک آب روبرو شدن. همین قضیه میتونه تنش سیاسی درست کنه، یعنی کشورها به جای اینکه کنار هم بشینن راه حل پیدا کنن شروع میکنن به دعوا. اینجوری نه تنها مشکل حل نمیشه بلکه بیشتر میشه. حالا بیاین سراغ کشورهای مختلف. ایران خودمون مثلا سالهاست با خشکسالی دست و پنجه نرم میکنه. برداشت بیروی از آبای زیرزمینی باعث شده خیلی از دشت‌ها فرو نشست کنن. دریاچه ارومیه خشک شده، تالاب‌ها دارن نابود میشن. خیلی از شهرها تابستون رو با قطع آب یا جیره‌بندی مواجه میشن. کارشناسا یه اصطلاح دارن، ورشکستگی آبی، یعنی مصرف آب از منابع موجود خیلی بیشتره و دیر یا زود این حساب به هم میریزه. بریم عراق. اونجا هم وضع بدتر. سدسازی ترکیه و تغییرات اقلیمی باعث شده جریان آب دجله و فرات کم بشه. جنوب عراق که زمانی پر از تالاب و زمین‌های کشاورزی حاصلخیز بود حالا به یه بیابون تبدیل شده. کشاورزا کارشون رو از دست دادن، خیلیا مجبور به مهاجرت شدن. این خودش باعث بحران اجتماعی میشه. کشورهای حوزه خلیج فارس هم داستان خودشونو دارن. منابع آب طبیعی تقریبا ندارن. اونجا آب رو بیشتر از طریق آب شیرین کن تأمین میکنن. آب شیرین کن یعنی آب دریا رو تصفیه میکنن، ولی این کار کلی انرژی میبره، هزینهش بالاست، محیط زیست رو هم تحت فشار میذاره. غزه و فلسطین رو هم که همه میدونن چه فاجعه‌ایه. جنگ و محاصره زیرساخت‌های آبی رو نابود کرده. خیلی از خانواده‌ها آب سالم برای نوشیدن پیدا نمی‌کنن. بیماری‌های ناشی از آب آلوده زیاد شده. این یکی واقعاً یه بحران انسانی به بحران انسانی تبدیل شده. حالا این وسط پیامداش هم زیاده. از نظر بهداشت کمبود آب سالم باعث شیوع بیماری میشه. از نظر اقتصاد کشاورزی ضربه میخوره، اشتغال از بین میره، رشد اقتصادی کند میشه، محیط زیست، تالاب‌ها خشک میشن، خاک شوره‌زار میشه، آب دریا وارد سفره‌های زیرزمینی میشه و از نظر امنیتی
مردم وقتی آب نداشته باشن نارضایتی زیاد میشه، شورش و مهاجرت بالا میره. همین خودش میتونه به جنگ‌های داخلی یا حتی بین المللی منجر بشه. خب حالا سوال مهم اینه چیکار باید کرد؟ راه حل ها چیه؟ اول از همه باید مصرف رو مدیریت کنیم. یعنی همین شبکه‌های آب شهری که کلی نشتی دارن باید درست بشن. فرهنگ صرفه‌جویی تقویت بشه. تعرفه‌ها هم طوری تنظیم بشن که پرمصرف‌ها بیشتر پول بدن، کم مصرف‌ها کمتر. کشاورزی باید اصلاح بشه. یعنی بریم سراغ آبیاری قطره‌ای، محصولات کم آببر، حمایت از کشاورزایی که حاضرن تغییر کنند. اگر کشاورزی درست مدیریت بشه بخش بزرگی از بحران حل میشه. از نظر فناوری میشه از آب شیرین‌کنهای خورشیدی یا بادی استفاده کرد، یعنی با انرژی پاک. آب فاضلاب هم میشه تصفیه و دوباره استفاده کرد، مثلا توی صنعت یا کشاورزی. این کار توی خیلی از کشورهای پیشرفته جواب داده. از نظر سیاسی هم کشورها باید همکاری کنند. منابع مشترک آبی باید منصفانه تقسیم بشه، نه اینکه یکی سد بزنه و بقیه رو توی خشکی بذاره. این نیاز به اعتماد سازی و مذاکره داره و البته جاهایی مثل غزه یا یمن که جنگ قبل از هر چیز داره کمک‌های انسانی برسه. مردم حق دارن به آب سالم دسترسی داشته باشن. ولی خب موانع هم زیاده. سیاستمدارا بعضی وقتا به خاطر منافع کوتاه مدت حاضر نیستن وارد اصلاحات اساسی بشن. زیرساخت‌های پایدار هزینه اولیه بالایی دارن و از همه مهمتر تغییرات اقلیمی ادامه داره. یعنی حتی اگه همه چی رو مدیریت کنیم باز هم باید آماده شرایط سخت‌تر باشیم. جمع‌بندی بحران آب توی خاورمیانه چیزی نیست که بگیم 10 سال دیگه اتفاق میفته. همین الان هم داره اتفاق میفته. ایران، عراق، سوریه، یمن، فلسطین همه دارن باهاش دست و پنجه نرم میکنن. اگه زود دست به کار نشیم این بحران میتونه به بزرگترین تهدید امنیتی و انسانی قرن برای منطقه تبدیل بشه. پس وقتی میگیم آب طلاست واقعا شوخی نیست. آب یعنی زندگی، بی آب یعنی فاجعه و خاورمیانه الان وسط همین فاجعه است. خب امیدوارم که این ویدیو مفید واقع شده باشه. لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.